ولی من یک زندانی شدم تو شب. بچه ها لایکو بزنید بریم و بچه ها مثلا اینجا چه آیتم های داده به من؟ 9 تا آیتم. مثلا تخت خوب برای چیه؟ خب مثلا تخت خوب برای چیه؟ ژله برای چیه؟ آب برای چیه؟ مثلا تخت برای چی دردون میخوره؟ مثلا این یونتا به چی دردون میخوره؟ بعدش بریم که ببینیم چه میشود و لایکو بزنید بچه. هیچ آدم لایکم نمی کنند. به خاطر پدر و مادرتون لایک بکنید بچه. تو رو خدا به پدر مادرتون احترام بگذارید و چنل منم لایک کنید. من اینو ویدیو رو میگذارم که پولدار بشم تا مادر پدرم را میلیاردر بکنم. لایک کن. چون که بلاکمون کم بود دایمندا بلاکمون کم بود میخوایم اینم بکنیم. یه پیشه بغلمو با این شروع میکنیم. این شیلون اینو میزنیم و میپریم روش. خب این یکشو با این شروع میکنیم و میپریم روش. شد 2 تا بلاک. بعدشم اونجاست میخوام اینجا بزنم. بود لایک سابس کن. من چرا انداختمش؟ بیا ببینم. خب میخوام یکشم اینجا بجا دیگه. آها بابا اوی بکنش. خب بچه هم گذاریم به اینجا. بچه به احترام مادر پدر بس من این بیدا کمیک کنم. این 2 تا برام خیلی لازمه. بعدش هم میایم بلاکو کنم به این. بچه لایک کنید و میتونم به اینجا. این یکشم که لازم نیست ولی من اینو میزنم دیگه لازم نباشه.